دوستان، برای اولین بار از دیتیل و جزئیات حادثه خونبار و به خاک خون کشیده شدن مردم عزیز ایران در سال 618 قمری، در سال 1221 میلادی در شهر نیشابور توسط پسر چنگیزخان مغول براتون روایت میکنم که با شنیدنش باورتون نمیشه که یک انسان میتونه انقدر سنگدل باشه و 1,470,000 انسان بیگناه رو در یکی از متمدن‌ترین شهرهای ایران، در شهر علم و دانش، در شهر کتابخونه ملی، در شهر روادید نو این قتل عام صورت گرفته. این قتل عام در شامگاه 15 ربیع الاخر 1221 میلادی اتفاق افتاد. من با گفتن دیتیل این داستان از شما خواهش میکنم که اگر ناراحتی قلبی دارین، اگر ناراحتی روحی دارین، از این برنامه حذر کنید، چرا که برای اولین بار از جزئیات تکان دهنده این حادثه میخوام بهتون بگم. راویان و داستان سرایان و تاریخ نویسانی یک جمله کوتاه در رابطه با این داستان گفتن خوشا به حال اسیرانی که حال دلشون خیلی بهتر از کسانی بود که در خانه هایشون منتظر سرنوشت نامعلوم خود بودند. دوستان، این حادثه در صورتی رخ داد که سپاه مغول به دستور چنگیزخان توسط پسر بزرگش این تصمیم رو گرفتن. اگر بهتون بگم چه ابزاراتی، چه مسائل نظامی تو این جنگ حادث شده، چارشاختون میبره که این آدم چجوری از دل دشت بدون هیچ تمدنی حمله میکنه به متمدن ترین کشور دنیا و این ابزارها و این جنگ بیولوژیک و این جنگ تن به تن و این جنگ دور پرداز رو چجوری پیاده میکنه. دوستان، موشکی تو کار نبوده، ولی باورتون نمیشه در اصل اولین موشک رو چنگیزخان مغول پرتاب میکنه. توضیح میدم بهتون، چند دقیقه صبر کنید. خراسان بزرگ اون موقع 20 شهر کوچیک و بزرگ داشت. نویان داماد چنگیزخان مغول، چنگیز بیره، شروع میکنه دونه دونه این شهرها رو فتح میکنه و استراتژی این شخص خونخوار این بوده هر شهری رو به تصرف خودش در می آورده جوانای بالای 14 سال تا 60 سال رو اسیر می کرده تا برای فتح شهرهای بزرگ استفاده کنه. یکی از تکان دهنده ترین اتفاقات این تصرفات این بوده، به غیر از آدمایی که کارآمد بودن همه رو سر می زده، حتی گربه و سگهای اون شهرها رو از بین می برده و با یک کبریت اون شهر رو می سوزونده که هیچ تمدنی از ایران زمین باقی نمونه. و وقتی که پشت دروازه های شهر نیشابور میرسه، 1000 تن از سربازان نیشابوری برای سرکشی و اوضاع جنگی و بیرون اون برج و بارو، اون شهری که عین یک قلعه دورش حصار کشیده شده بود، بیرون میان و رصد میکنن که بین این 1000 نفر وزیر دولت خوارزمشاهیان که یکی از وزرای به نام و تحصیل کرده دولت خوارزمشاهیان یا اون آقای سلطان محمد خوارزمشاه بوده، تو اون جمع بوده که عین 1000 نفرشون در تله آقای طلای قرار میگیرن
و از بین میرن و از 3 تاشون در رابطه با شخصیت محمد از 3 نفرشون در رابطه با سلطان محمد خوارزمشاهیان سوال میکنه و اسم این وزیری که کشته شده رو سوال میکنه و استراتژی جنگ رو این گونه رقم میزنه که خیلی راحت من میتونم وارد این شهر بشم. چه اتفاقی میفته وقتی که این دوستان از شهر نیشابور میخواستن محافظت کنند؟ 3000 تا از مرزبانان درجه 1 نیشابور با سپاه داماد چنگیزخان مغول آقای نویان درگیر میشن که در این درگیری اولیه داماد چنگیزخان مغول به اسم نویان زخمی میشه و به درک واصل میشه و این اتفاق و این موضوع به گوش پسر ارشد چنگیزخان مغول طلای میرسه و تمام امرا و سرداراشو دعوت میکنه، میگه میرویم نیشابور را با خاک یکسان میکنیم و داخلش جو میکاریم، جو جوونه زد برمیگردیم. این موضوع به گوش والی شهر نیشابور میرسه. همه علما و فرزانگان، چون یک شهر متمدن بوده، پر عالم بوده، پر دانشمند بوده، پر سرمایدار بوده، همه رو جمع میکنه، میگه با کشته شدن نویان در هر صورتی ما از بین میریم، پس بهترین حربه جنگی اینه که ما تا دقیقه 90 این جنگ از خودمون دفاع کنیم و حداقل شرافتمندانه بمیریم که تا اینجای کارو داشته باشین. و وقتی سپاه طلای میاد پشت دروازه های شهر نیشابور میرسه، میبینه خیلی حصار محکمی هست و ترتیب یک ادوات جنگی نوین رو میده که اون موقع شامل عرض میکنم خدمتون